این ترانه بخشیده می شود. روز به روز هرچند که معالجه می کردیم ولی بی نتیجه بود و حالش بد شدن می گرفت. دکتران خواستند تا یک گرده او را عوض کنیم، زیرا تمام طبابت را کردند اما نتیجه نداد. هرچند که گرده مادرش به او موافق بود ولی هر بهانه کرده نخواست که به دخترش بدهد. بعد خون سپاریدن معین شد که گرده من می تواند به او موافق باشد و من باشم به یگان فکر راضی شدم، چون نخواستم که فرزندم به مادر به وای رسد. نخواستم که همسرم را از دست بدهم. من راضی شدم تا او را نجات بدهم. راضی شدم تا زندگیم را به هر قیمتی که نباشد بخرم. با همین مادر بیمارخانه ناحیه دنقره جراحی را گذراندیم و بعدی و ما به خانه برگشته زندگی خود را ادامه دادیم. سال 2016 باشد من با صاحب یک دخترچه دیگر شدم. آنقدر شاد بودم که گمان می کردم خداوند همه نعمتهایش را به من هدیه کرده است و فکر می کردم تولیدی هر فرزند زندگیم را مستحکمتر و غمها را دور می کند. ولی نه. بعد یک سالی زندگی تنج و آرامم سال 2017 پدر همسرم از عالم درگذشت که من او را مثل پدر خود می دانستم و او باشد مرا مثل فرزندش. خیلی روزهای سخت برای من و برای همسرم بود. تکیه‌گاه و قبله‌گاهش را از دست دادن خیلی سخت بود برایش.
که من هم همچون شوهر درکش میکردم و در کنارش بودم. بعد وفاتی پدرش مادرش تنها و غمگین است گفته من در یک هفته 2-3 مرتبه به او اجازت میدادم تا به خانه‌شان به دیداربینی و دلبرداری مادرش برود. با همین روزها و ماه‌ها و سالها می‌گذشتند و غم‌ها هم کهنه می‌شدند. سال 2019 باشد من با صاحب یک فرزندی دیگر، صاحب اولین پسری خود شدم که نام رحمتی پدرم را گذاشتم. چون من هنوز خرد بودم، هنوز 4 سال داشتم که پدرم را از دست داده بودم و به محبت و تکیه و شانه پدر بزرگ شدم. و وقتی که اسم او را در فرزندم گذاشتم من او را پدرجان گفته صدا می کردم. من آرزو و آرمان کودکیم را در پسرم دیده و چشیدم. خلاصه زندگی وزنینی کرد و سال 2020 با مصلحت همسرم و مادرم به روسیه برای کار کردن بهر بهبودی زندگی رفتم. غریبی و دوری از زن و فرزند سخت بود البته، اما هر وقتی که چهره آنها پیش نظرم می اومد قوت می گرفتم و می خواستم بهر زندگی شایسته اشان تلاش کنم. سردی و تنهایی و دوری نمی گفتم دیگر. خلاصه از هم جدا کرد. پایان قسم اول.